بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین حبیبنا و سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه سلسله درس های تفسیر نور خدمت شما هستم. آخرین آیاتی که از سوره مبارکه البقره را با هم مرور کردیم، آیات 17 تا 20 سوره مبارکه البقره، در مورد دو مثالی بود که خداوند عزوجل در مورد منافقین مطرح کرد. منافقینی که در آیات ما قبل معرفی شده بودند، در این 4 آیه با دو مثال وصف اونها را به ذهن شنونده نزدیکتر میکنه. منافق در جامعه اسلامی به چی میمونه؟ انسانی که میخواد از موقعیت را استفاده ببره، در حالی که به اصل مطلب معتقد نیست. لب این مطلب امروز به دنباله این مباحث ادامه میدیم که علما در این مورد چی فرمودند. ترجمه روانی از این آیات خواهیم داشت، شرح و تفصیل و همچنین نکات و درس‌های آموزنده از این 4 آیه. ابتدا تلاوت زیبایی را از این آیات بشنویم و سپس بریم سر مباحث درس امروز. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. خداوند عزوجل وقتی این دو آیات را با هم دیگه ردیف میکند، این دو مثال را در 4 آیه مکرر، میخواد اینو بگی که منافقان از این دو حالت خارج نیستن، یا اینکه به حقایق اسلام پی بردند ولی حالا مصلحت‌های دیگر را که در زندگیشون وجود داره و نمیخوان از اون دست بکشند، باعث شده که همون کفر قبلی را بر بگردن به کفر مسیر اصلیشون و دیگه فقط از اسلام به عنوان یک وسیله استفاده کنند و یک ابزار. و این واقعیتی است که متاسفانه در بسیاری از جامعه‌های اسلامی به چشم میخوره و به چشم خورده در طول تاریخ. اینها همانند انسان‌هایی هستند که از خود نور ندارند، از خود ایمان و اعتقاد و باور ندارند، ظاهر سازی میکنند، مردم را میبینند که کاری دارن انجام میدن تا اینکه مردم را فریب بدن، یعنی ما هم مؤمنیم، ولی در واقع مؤمن نیستند. خداوند نفی ایمان از اونا کرده. پس بنابراین مثلهم که مثل الذی استوقد نارا، همانند کسی مونه که آتشی را از دیگری گرفته روشن کرده برای خودش. خداوند عزوجل که از همه چیز با خبره و از مکنونات قلبی تمام انسان ها با خبر هست، این در یک مسیر موقت داره حرکت میکنه، با یک نور موقتی داره حرکت میکنه.
شعله‌شو خاموش میکنه، اون وقت دوباره در اون حیرت باقی میمونه. اینها درست مثل انسان‌های سالم، تمام اعضای بدنشون سالمه، چشماشون در ظاهر میبیند، گوشهایشان میشنود و قلبهایشان میفهمد، اما در واقع امر اینه که از واقعیت اسلام و این حقایق دنیای هستی بدور هستند. چرا؟ چون فریب یک سری مبادئ کفرآمیزی خوردند که در اون به سر بردن، نمیتونن از اون دست بکشن. اینجاست که خداوند فرمود صم بکم عمی فهم لا یرجعون. صم یعنی کرانی هستند که نمیشنوند، بکمون لالهایی هستند که نمیتونه حقیقت رو بگن چون نمیفهمند، و عمیون کورانی هستند که حقایق را نمیبینند، چشم حقیقت بین ندارن، چشم بصیرت ندارن. فهم لا یرجعون، پس ایشون باز نمیگردن به سوی اسلام، اون چیزی که در اول شناخته بودن. و به همین خاطری که روایت را آوردیم از بزرگان ائمه بزرگوار دین، این که اینها دقیقاً مثل انسان‌هایی بودند که خداوند از اونها در سوره منافقون چنین اونها را معرفی میکنه که فرمود ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اینا به خاطر کیفرهای سنگینشون، به خاطر اینه که اینها ایمان آوردند، گفتن ما مؤمنیم، ولی سپس دوباره راه کفر در پیش گرفتن. خداوند بر قلبهایشان مهر زد، دلهایشان را بست از نور ایمان تا اینکه حقایق ایمان را نفهمند. اینا در اوج نفاق دارن به سر میبرند. یا اون دسته دوم یا گروه دوم یا صنف دوم که خداوند عزوجل درباره آنها فرمود او کصیب من السماء، یا مثل بارانی است که از آسمان میباره، فیه ظلمات و رعد و برق، در این باران تاریکی های پیاپی است، تاریکی خود باران، تاریکی ابرهای انباشته‌ای که باران از اون داره فرو میاد، تاریکی اون هوا و اوضاعی که وقت بارندگی حاکم میشه بر محیط. این حال منافقی است که نتونسته حقایق ایمان را بفهمد ولی ظاهر سازی میکنه. چطور؟ زمانی که رعد و برق در هنگام بارندگی مسیر دنیا را تو چشم انسان روشن میکنه، مثل که انسان رهروی که تازه راهش شناخته حرکت میکنه. مؤمن هم همینطوره، وقتی در جامعه اسلامی قرار میگیره و حقایق را میشنود و یه چیزهایی براش روشن میشه، میاد با مردم همگام میشه. در کنار مؤمنان در نمازخونه ها، در مصلاها، در مساجد قرار میگیرن، یه حقایقی به گوششون میرسه، قلبشون احساس میکنه که بله یه حقایقی هست، باید به اون تسلیم شد، میان مثل مردم انجام میدن، ولی هنوز باورشون نیست، یعنی یک حقیقت هست و باید اون رو بپذیرن مثل مردم. اینجاست که سعی میکنن از نور اسلام هر از گاهی استفاده ببرند و اینها در نفاق کمتر از گروه اولند، و به همین خاطر است که گهگاهی تظاهر به اسلام میکنند و خودشان از جمله مؤمنین معرفی میکنند، ولی در واقع با اسلام نیستند. به همین خاطر خداوند عزوجل فرمود که او کصیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذان من الصواعق حذر الموت. ولی تاب شنیدن و توان تحمل بسیاری از حقایق ندارند. وقتی که یک حقیقتی رو در قرآن میاد که این وصف منافقانه، وصف کفار هست و نباید این کار کرد، دیگه نمیخوان بشنون، دست و گوشاشون میبرن تا اینکه اینها را نشنیده بپندارن برای خودشون، یا اینکه چشماشون رو میبندن تا اینهایی که اینها رو ندیده بپندارن، در حالی که اینا چیزی را عوض نمیکنه. اینکه انسان خود را به نادانی بزند و فراموشکاری بزنه و خود را به ندانمکاری ها بزنه، عذر و بهانه براش نمیشه و بارش را سبکتر نمیکنه. اینها از واقعیت برملا شدن حقیقت میترسند و به همین خاطر فرمود حذر الموت،
حضرموت یعنی چی؟ یعنی این که از مرگ در هنگام اون صاعقه شدیدی که رو زمین میاد میترسند که اونها هدف باشند. خیلی بده انسان خودش را کاری بکنه که همیشه خودش رو در معرض خطر ببینه. خب انسان عاقل اینطور نیست، خودش را همیشه سعی میکند طوری نگه بداره که خطر ازش دور باشه. ولی انسانی که در باطن یه چیز در ظاهر چیز دیگه است و همیشه ظاهر سازی میکنه، دروغ میگوید و سعی میکنه باطنش رو بر مردم پنهان بکنه، این انسان همیشه از خودش میترسه. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. و خداوند این آیات را با این جمله تمومش کرد که والله محیط بالکافرین. والله محیط بالکافرین. خداوند عزوجل الله کیه؟ احاطه دارد بر حال کفار، میدونه چه خبره. نمیتونن اینها که در واقع کافرند، منافقانی که در اصل کافرند، نمیتونن چیزی رو از خدا پنهان نگه دارن. خداوند برشون احاطه است. یعنی با خداوند با علمش و با قدرتش و با اون سمع و شنوایی بسیار قویش همه این حقیقتها رو میدونه. کسی نیست که فریب بخوره از یک منافق. بریم سر درس ها و نکات آموزنده‌ای که این آیات در بر داره. اولین و مهمترین درسی که میتونیم داشته باشیم اینه که مثال آوردن در کلام و صحبت کردن در هنگام صحبت کردن با دیگران نوعی بلاغته که موضوع را به ذهن شنونده نزدیک میکنه و قرآن بارها از این اسلوب استفاده کرده و ما خواهیم دید که انشاءالله چگونه خداوند عزوجل بارها مثالهای مکرر را در مثالهای خوب و مثالهای بد، مثالها را برای انسانهای خوب و مثالهایی را برای انسانهای بد آورده در قرآن کریم تا اینکه مطالب اون موضوع را به ذهن شنونده چیکار کنه؟ نزدیک تر بکنه. دوم، منافقین از خود نور ندارند ولذا ایمانشون موقت و آنی است. به همین خاطر فرمود که مثل الذی استوقد نارا، مثالشون مثل کسی که روشنی را از کسی دیگه گرفته، یعنی خواسته آتشی رو از کسی دیگه روشن بکنه، خودش وسیله روشنایی نداره. این جالب است بدانیم که منافق ایمانی ندارد بلکه اون چی میگوید آنی و موقته. سوم این که سوء استفاده از موقعیت ها هر چند جان انسان را نجات بده از مجازات کیفر، ولی شک و تردید و ترس ایجاد میکنه و لذا انسان باید بر مبدأ ثابت حرکت کنه. یعنی که انسان عاقل را بیاد مثال بزنیم، هر کی عاقل هست سعی میکنه پاشو جای محکم بذاره تا اینکه بتونه با خیال راحت در اون مسیر حرکت بکنه. اما منافق چیکار میکنه؟ منافق در مسیر حرکت میکنه که خودش در شک و تردیده، آیا اینجا زمین مناسبی است برای رفتن یا نه. اینجاست که در واقع اگر زندگی دنیا هم در نظر بگیره، منافق همیشه در قلق و اضطرابه، همیشه استرس داره و نمیتونه ثابت با یک گروه واحدی باشه. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. مطلب چهارم و یا درس چهارم اینه که انسان باید قلبش رو از شک و تردید پاک کنه تا خداوند اون را لایق ایمان واقعی قرار بده و از نور ایمان بهره مندش کنه. منافق هم یک انسانه، مثل انسانهایی که اومدن مسلمان شدن و ایمان خوبی داشتن، ولی چون منافق با شک و تردید با اسلام برخورد کرد، خداوند اون قلب مشکوک و متردد را لایق ایمان صاف و پاک ندونست و لذا ولش کرد به حال خودش. اینجاست که انسان باید خودش رو تصفیه کنه هر از گاهی. یکی از وظایف مهم انبیا تهذیب نفس بوده. تهذیب نفس انسان این که خودش، کسی نمیتونه بگه من کامل و پاکم. هر کدوم از ماها ممکنه قلبمون یک سری ناخالصی‌های داشته باشه. اینجاست که باید هر از گاهی با زهد، با تقوا، با ذکر
با ترسیدن از عقاب آخرت خودمون رو چیکار کنیم؟ قلبمون رو پاک کنیم، تصفیه کنیم و سعی کنیم این زنگارهای گناه را از قلبمون دور کنیم. منافق با اینکه در جامعه اسلامی زندگی میکنه و به سر میبره و قرآن میشنود و با مؤمنین در برخورد میکنه و در تماس هست، ولی چون صادقانه رو به اسلام نمیاره، ببینیم که خداوند از اونها حکایت کرد که چیکار کرد؟ اذا لقوا الذین آمنوا. یعنی چی؟ زمانی برخورد کردن با مؤمنین، یعنی نمیان پای صحبت مؤمنین بشینن بشن چه خبره، ببینن چه خبره، ببینن آیا این واقعیت داره اون چیزایی که میگن، بلکه از دور یه صدایی را میشنون، یه حرفایی را به گوششون میرسه، قرآن را میشنون، نماز را میبینن و الی آخره، ولی هرگز با خودشون سعی نکردن بیان بشینن در این مجالس ببینن چه خبره. چون سعی و تلاش به سوی خیر نیست، خداوندم توفیق بهشون نمیده و از این نور و این سعادت محرومشون کرده. اینه که انسان باید وقت بذاره واسه این کارها، باید ببینه آیا واقعا اون اسلامی که ما میخوایم ازش نور و سعادت بگیریم وقت واسش گذاشتیم؟ این یک سواله. یا اینکه 24 ساعت شبان روز میگذره و حاضر نیستیم که 10 دقیقه با قرآن بگذرونیم، یا با یک انسان مؤمنی که از خودمون از دین آگاه تره بخواهیم که مسائل دین رو واسمون روشن میکنه، یا اینکه از حلال و حرام بپرسیم، یا چیزی بخونیم یا چیزی بشنویم درباره دین. امروز وسایل رسانه‌های گروهی و امکانات یادگیری و تعلیم اونقدر فراوانه که برای هیچ کس عذر و بهانه‌ای نمونده. درس ششم، منافقین به علت ارتباط با رؤسای شیطان صفتشون همیشه مغرور و متکبرن، لذا مؤمنین را به مسخره میگیرند و از راه ایمان به دیده و آنهایی که در راه ایمان هستن را به دیده حقارت مینگرند. این که واقعیته. بسیاری از افرادی که به اسلام نسبت دارن را میبینیم که وقتی یک انسان متدین را میبینند با همز و لمز و به اصطلاح طعنه و مسخره ازش رد میشن. دلیل ضعف ایمانشونه یا دلیل والعیاذ بالله نفاقشون است. خداوند اینها را اینطور به حال خودشون رها کرده که حتی نسبت به مؤمنانی که خدا دوست هستند هم به هم سادگی نمیگذرند. پس بنابراین نباید به این مسائل به هم سادگی نگاه کرد. مؤمن باید با برادر مسلمانش گرم بگیره مؤمنش، و اگر خدای نکرده به خاطر تدینش یا خوبیش اونو به مسخره بگیریم، اینجاست که ایمانمون زیر سوال قرار میگیره. منافق ظاهر فریبنده داره ولذا به راحتی خود رو در جامعه اسلامی وفق داده، با مسلمان ها زندگی میکنه، ولی این مؤمن است که نباید فریب اینها بخوره. یعنی در قرآن بارها میخوانیم که و ایدا هنگامی که سخن بگن، در سوره منافقین داستانش انشاءالله به تفصیل میاد که منافقین سخن میگن، سخنهای پرزرق و برق، رنان، آراسته به کلمات و اصطلاحات علمی. اینجاست که خیلی از مؤمنان ممکنه خودشون رو ببازن، یا کنید فلانی عالمه، فلانی چیز حالیش هست، فلانی الی آخره، یعنی شیفته صحبت‌های اون بشن، در حالی که در محتوا چیزی نیست. وقت عمل میرسه بهره از ایمان نداره، بهره از تقوا نداره، و اینجاست که انسان مؤمن مسلمان باید منافق را خوب بشناسه و به ظاهر فریبنده اون دل نبنده. درس هشتم اینه که منافق از هر بیان حقیقتی واهمه داره. یعنی وقتی که در یک مجلس بشینیم یه حقیقت رو بیان بکنیم، اگر واقعا انسان مؤمن نباشه، منافق باشه، فوراً خیال میکنی با اونی داره صحبت میکنی، بهش میگیم دروغگو، فلان و فلان هست، عقاب شدید داره، یا انسانی که زکاتشو نمیده مثلا فلان عقاب داره، انسانی که بی نماز هست. هر کس که خودش در این موقعیت هست فوراً خیال میکنی با اون داری صحبت میکنی. چرا؟ چون در حساب و کتاب‌های ایمانیش ضعیفه و همه صحبت‌ها را به خودش متوجه میکنه. همه تهمت‌هایی که ممکنه متوجه که انسان ضعیف الایمان یا انسان بی تقوا باشه به خودش نسبت میده. و این
حقیقتا در جامعه احساس میشه. زمانی که یک انسان مصلح، یک دعوتگر، یک مبلغ مخلصانه بلند میشه تو یک مجلس تا اینکه صحبت بکنه از حقایق دینی، صفاتی را بگه، این صفات خوب هست، این صفات بده، این صفات محمودی است، باید اونو انجام بدیم، و این صفات مذمومه، باید از اون پرهیز بکنیم. منافقان تا به شنیدن این صحبت ها رو ندارن، نمیتونن تحمل کنن، فوراً یا اون مجلس رو خالی میکنن یا اینکه در صدد انتقام برمیان که شما دارید ما را تهمت میزنید، شما فلان میکنید، شما علان میکنید، در حالی که چرا؟ چون خودش میدونه که بارش از ایمان و عمل صالح توهیست، و لذا منافق سعی میکنه در مجالس خیر و ذکر ننشیند و اونجا چون میدونه احساس خطر میکنه. منافق بسیار ضعیفه، توان دیدن حق رو نداره و شنیدن اون را هم تحمل نمیکنه، و لذا وقتی میخوای نصیحتش بکنی فرار میکنه، وقتی میخوای قرآن براش بخونی گوش نمیده، وقتی میخوای از دین بهش میگه فعلا بذار بعد وقتش میرسه. مسئله یا درس و عبرت دهم اینه که مسلمان باید صفات منافقین را بدونه تا اونها را بشناسه، از فکر و دسیسه های اونها برحذر باشه و خودش را نیز از تشابه با آنها دور نگه بداره. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اینها مواردی بود که در 4 آیه سوره بقره از آیه 17 تا 20 میشد خلاصش کرد و از اونها از این آیات درس عبرت گرفت. اون چه مهم است اینه که ارتباط این آیات با آیات ما قبل رو هم باز مرور بکنیم تا اینکه به ذهنمون بیاد که ما داریم چه مراتبی را در سیری یا چه مراتبی را در ارتباط آیات قرآنی داریم طی می‌کنیم. خداوند عزوجل با یک آیه کوتاه الف لام میم قرآنش را آغاز کرد. گفتیم رمز و سر قرآن هست و ما در مورد این عبارت هر چی بگیم بازم کم گفتیم. اون چی که هست برای تحدی و مبارزه طلب بدن عرب بوده. سپس در 4 آیه خداوند عزوجل اومد متقین یا مؤمنان راستقامتی را معرفی کرد که نسبت به ایمانشون صادق هستند و از هدایت قرآن استفاده میکنند. در 2 آیه ما بعدش اومد کفار را مطرح کرد و شدیداً عذاب سخت الهی را در آخرت واسه اونها مطرح نمود. بعد از اون 13 آیه 13 آیه تمام در مورد منافقین است. 9 آیش در مورد تعاملها، اوصاف، شیوه برخورد منافقین با مؤمنین یا با رؤسای شیطان صفتشون، و 4 آیه آخرش در مورد 2 مثالی است که گفتیم، مثال آتشین و مثال آبی. اصناف منافقین، گروه های منافقین رو مطرح میکنه و خداوند عزوجل در نهایت این 20 آیه میفرماید ان الله علی کل شیء قدیر یکاد البرق یخطف ابصارهم. خداوند این گونه به نمایش میگذارد حقیقت منافقین را، میفرماید که اینا از ترس صاعقه اینطور در وحشتن مثل که میخواد چشم اینها را کور بکنه برو باید. کلما اوقدوا، هرچی که آتشی واسهشون روشن شد، از این نور روشن شد، از رعد و برق آسمان در این مسیر حرکت کردن، سوء استفاده کردن، همین که آتش آسمان یا نور برق خاموش شد در جا زدن، نتونستن جلو برن، حقایق را براشون پوشیده موند. خدا فرمود ان الله علی کل شیء قدیر. یعنی چی؟ در نهایت این 20 آیه میخواد اینو بگی که خداوند بر هر کاری بسیار تواناست و قدیر صیغه مبالغه است و بسیار توانا بر این معناست که اونی که میخواد هدایت میده، اونی که میخواهد بر کفر خودش نگهش میداره و اونی که میخواد بر این حالت نفاق رهایش میکنه تا سرگردان بمونه بین جبهه کفر و جبهه ایمان، بین جبهه ایمان و جبهه کفر. پس بنابراین خداوند بر هر کار قادر و تواناست و این اراده خداوند هست که در این دنیا حاکمه و اون خواست الهی است که بر هر چیز نافذ است و هیچ کس نمیتونه اون را عوض بکنه. پس در نهایت برنامه بار دیگه از خداوند میخواهیم که خداوندا خواست و اراده ات را بر اون بگردان که ما را همیشه
بر دین و ایمان و بر راه متقین و پرهیزگاران باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب الله